درود به شما همراهان گرامی، به دنیای آموزش الکترونیک و تعمیرات خیلی خوش آمدید. موقعی پیش میاد شما یه استپر موتور نیاز دارید، حالا استپر موتور خریداری میکنید یا دارید که 4 سیم نیستن، حالا 5 سیم، 6 سیم یا 8 سیمن، حالا هر چند تا. الان من استپری که داشتم 5 سیم بود، خواستم اونو تبدیل به 4 سیمش کنم و تو پروژه‌ای که دارم CNC ازش استفاده کنم. این روشی که بهتون میگم، میاین 8 تا سیمش رو جدا میکنین، 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا. همونطور که میبینید یه زرد داره، یه دونه متمایل به قرمز. شما این سمت سیم رو میگیرید با مولتیمتر، در حالت تست بیزر اون سر سیم قرمز رو پیدا میکنید. حالا من این سیم قرمز رو بگیرم، همینطور که میبینید این سرش، اینم میگیرم، دوستان این سیمو به هم لاین میکنید، این هم به این شد 2 تا سیم. میاین این ور، این سیم هم به هم، این سیم هم به هم، حالا 4 سیم در خروجی داریم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودی. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کن، اگه دوست داشتین چنل رو ساب کنید. مرسی.